خپل وطن جوړو لنړی سره سیال خپل وطن جوړو لنړی. شخص به نام حاجی عبدل در گذر 12 نوی هفتم ملکیت شخصی خیش را با طول 14 متر و با عرض 2.5 متر برای باز کردن راه عام وقف کرد. مولوی عبدالغفور غفوری رئیس نوی هفتم ضمن قدردانی و تشکر از احساس ملی و وطن دوستی شخص موصوف به نیکویی یادآوری نموده گفت که این مسیر قبلا مسدود بود و شهروندان به خاطر رفتن به مسجد، مکتب و دیگر ضروریات خیش به مشکل مواجه بودند و مسیر دورتر را طی می‌کردند. اکنون مسیر رفت و برگشت شهروندان ساحه کوتاه شده و سهولت ایجاد گردیده است. این سرک به همکاری و گذشت و صدقه جاریه حاجی صاحب عبدل که در اینجا این آماده شد با محسن سفیدا و با مردم و اهالی زندگی در این کوچه زندگی میکنه. آماده شد قربانی را قبول کرد که تقریبا 2.5 متر در 14 متر اینجا آماده شد برای مردم وقف بکنه تا مردم همین مشکلات که مواجه است از این مشکلات نجات بیافند. با خاطر که مشکلات کوچگی همسایه عالی منطقه ما بود به همکاری وکیل صاحبا و رئیس صاحب نایا پیشنهاد کردن ما برشان همین زمین اعلام کردیم که رایشان نزدیک شه آرام شه همسایه ما عالی منطقه ما. همچنان بزرگان و باشندگان محل از صدقه جاریه حاجی عبدل اظهار خرسندی و تشکر نموده گفتند که این شخص با محبت و صمیمیت در این گذر سهولت ایجاد کرده و نقش ملی و دینی خیش را به وجه احسن انجام داده است. والوطن جوړو لنړی سره سیال ټول یووالي تجمن د هیواد او وطن ټول یووالي تجمن د هیواد او وطن نور نفاق هڅې پل د جوړېدو دا وطن درغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو. پاککاری و لوشکشی کانال اتصالی گذرهای 5، 12 و 15 نوی هفتم از سوی تخنیکان واصل آباد و گذرگاه از سوی شارونی کابل آغاز شد. مولوی عبدالغفور غفوری رئیس نوی هفتم در رابطه اظهار داشت که مسیر این کانال به دلیل ریختن انواع زباله، رد فاضلاب و ساخت و سازهای غیر قانونی از سالیان متمادی بدین سو مسدود گردیده است که پاککاری اساسی و به موارد غصب آن رسیدگی صورت خواهد گرفت. سخت مردم از این نوعی از بوی تعفن ازی متضرر بود. مردم با مشکل مواجه بودن، خصوصا با تغییر کردن هوا که باران شروع شود سخت کوچه ها زیر آب میشدن. مردم با مشکل مواجه میشدن. عبور از کوچه ها سخت بود. بنا ما کوشش کردیم که در همین کانال هایی که واقعا در اولویت قرار داشت ایرا ما روی دست گرفتیم که با وقتر ما باید در تصمیم گرفتیم که پاککاری شود، مردم به مشکل مواجه نشوند، مردم در آسایش زندگی بکنه. بندش این کانال همواره باعث آب گرفتگی ساحات و انسداد راه عام در هنگام بارندگی های موسمی می‌گردید. تقریبا این در 5 سال 4 سالی پاک نشده. جناب رئیس صاحب هدایت دادن به مسئولین تنظیف که امروز ما شما شاهد حال هستیم که همینجا همکارا آمدن مستقیما کار میکنن. در این 4-5 سال اینجا پاک نشده. میخواهیم که همین کانال از اینجا تا مزارت مهاجرین ای پاک شود و از شاروالی جهان سپاس. دا وطن درغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو. لبیک یا الله لبیک یا الله لبیک اللهم لبیک لبیک. در اثر جاری شدن سیلاب اخیر در منطقه ارغندی ولسوالی پغمان و ناحیه 14 هم به شهروندان آسیب رسیده است. تعداد از هموطنان جان باخته و زخمی شده‌اند و شمار از خانه‌ها و زمین‌های زراعتی باشنده‌های محل تخریب شده است. خانواده‌های زیادی است که زیاد متضرر شده، خانواده است کم متضرر، حیوانات و مالی و جانی تلفات داده. تقریبا 6 تا شهید داده، 7-8 تا زخمی داده و سرک اسفالتی که از کابل به ارغندی وصل شده و مکمل تخریب شده. زیاد سایه کمی جور مانده که تمام از نشده و باغای مردم،
خانه‌های مردم تمام تخریب شده. محمد حامد امیری رئیس نوع 13 گفت که شورولی کابل در این غم خود را شریک می‌داند. پرسنل نواحی 13 و 14 برای رسیدگی مشکلات مردم متضرر در پهلوی سایر نهادها غرض پاکوری ساحات آسیب دیده، تأمین آب آشامیدنی و دیگر امکانات در ساحه فعالیت دارند. آقای امیری ضمن ستایش از رسیدگی‌های به موقع سایر نهادها گفت که شمار از شهروندان نوع 13 داوطلبانه حاضر شدند تا برای هموطنان آسیب دیده در ساحه رفته و با آنان همکاری و غم شریکی نمایند که نشان دهنده اخلاق اسلامی و افغانی و داشتن عزم و اراده مستحکم برای همدلی و همدیگر پذیری است. ناحیه 13 و شهروالی کابل مصمم به است که تمام اهالی نواحی را با هم برادر و با هم خدمتگار یکی دیگه معرفی کرده باشند. این کاری ما رضاکارانه همینجا پیش ما ثبت هستند و کلشان داوطلبانه در هر خیر شر متفقانه و به اتفاق اتحاد به خاطر تحکیم وحدت ملی و اخوت و برادری در پرتو شریعت و اسلام به همه هموطنان ما در هر گوشه و کنار باشند رسیدگی کرده باشند. چې تر تا شو قربان زو د حسن جلوو ته د عشق پتنګ ستا ورغونې ته مو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې ته مو پام دی. کار ساخت سرک در منطقه پل دکتر مهدی مربوط گذر 3 نوع 6 جریان دارد. به اساس معلومات ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه های شورولی کابل، این سرک به طول 482 متر با عرض 14 متر شامل 2 متر گلدان وسطی و آبرو بوده که به شکل پخته و اساسی به همکاری اداره خدمات پروژوی سازمان ملل متحد تا 1 ماه آینده تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. فعلا می‌بینید کارگران در جریان کار است و این کار زیر ما پیش می‌بریم. این سرک از مشخصات از است که خود از این طبقه سبگریدش است که فعلا سرش کار اون سیر آماده میکنیم. باز ما یک طبقه سب بیس داریم، بعد از اون باز ما کانکریت داریم. از طریق این پروژه تعداد از هموطنان بیکار صاحب کار شده اند و همچنان با ساخت این سرک شهروندان به سهولت‌های شهری دست خواهند یافت. چیغه د حریات دستا پوغیگا کی آبادوی چیغه د حریات دستا پوغیگا کی آبادوی کړي ستا بچو د پر اسلام تل سرخندنا اے ګران وطن اے ګران وطن قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې ته مو پام دی بیل مو کړې څومره ککرې درته له تنا کور زمون کور زمون کور زمون کور زمون. بر اثر سعی و تلاش مسئولان ناحیه 12 نظم بهتر شهری در بازارهای ساحات مختلف این ناحیه فراهم شده و برای عبور و مرور شهروندان ساحات سهولت ایجاد شده است. فعالیت کنندگان بسفروش در ساحات بدیل تنظیم شده و موانع سرک‌ها و پیاده‌روها خصوصا پیش برآمد دکان‌ها پاکسازی شده است. دلته موږ یو بازار درلوده د سپروشانو چې سراب چرګان والا سکیرم والا هر نوع ټول پکې او شبخانو مخم ولا دا بازار هم ټول دی خو درول د خلکو د آرامتیا د لپاره د خلکو د کاروبار د لپاره ای بازار هم ټول یو چې درڅو بازار کولا پیدا کی بازارونه ټول یو شي او دلته هم د ځایونه ټول سرسبز کړل. همچنان از استفاده نادرست ساحات سبز و دیگر اماکن عامه جلوگیری به عمل آمده تا زندگی قانونمند و آسایش شهری به شهروندان این ناحیه فراهم گردد. احمد شاه او میرویس ته غیرت او ټټوبې غیرت نوم بدی جهان کې ځلوو هوا د زمون بیا دی رغو